باید تذکر داد که توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و به خصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به بهتر کردن وضع اکولوژی کشور و بلند برداشتن سطح معرفت اکولوژی اهالی نیز نگرانده شده. در این روند قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 ایونی سال 2024 درباره برنامه دولتی کبودزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و نقشه عملی آن برای سالهای 2025 27 قبول کرده شد. مطابق نقشه عملی مذکور در مرحله یکم برای 3 سال من بعد در جمهوری شنانیدن 10 میلیون بیخ نهال و بنیاد 2180 گکتار نهال خانه پرورشگاه به نقشه گرفته شده. معرکه نهالشنانی از تیر ماه زمستان سال 2024 آغاز گردیده الحال با مرام ادامه دارد. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قرار رئیس ولایت نیز به تصویب رسیده نقشه عملی آن برای سالهای 2025 2027 طرحریزی کرده شده است. موافق آن دوام 3 سال در مقیاس ولایت باید که 156 عدد نهالخانه در مساحت 700 گکتار بنیاد و کارهای کشت و پرورش نهال درختان آرایشی همیشه سبز و نادر به راه مانده شده. 1,800,000 بیخ نهال درختان آرایشی همیشه سبز و میوه دهنده باید که آماده کرده شود. چنانچه سال 2025 تشکیل 56 عدد نهال پرورشگاه در مساحت 250 گکتار و شنانیدن 500,000 بیخ نهال درختان آرایشی و سایه‌افکن و همسال آن به نقشه گرفته شده. طبق معلومات پیشنهاد گردیده تا به امروز 24 گکتار نهال خانه در ناحیه باباجان غفوروف، شهرستان، مسجد و شهر کانیبادام، اسفره و پنجکند تشکیل کرده شده است. طبق معلومات پیشنهاد گردیده سرریاست حفظ محیط زیست در حدود ولایت 236,275 بیخ نهال درختان سایه‌افکن آرایشی و میوه دهنده تا به امروز شنانیده شده است. مطابق نقشه هایی که ما امروز در ولایت داریم در 3 سال نزدیک نقشه عملی برنامه برای سالهای 2025 2027 در ولایت سوخت 1,800,000 بیخ نهال ها شنانده می شوند و 700 گکتار خواجگاه نهال پروری نهال خانه ها با مقصد پرورش نهال های گوناگون و به اقلیم محل مطابق تشکیل کرده می شوند. یادآور میشیم که تامین اجرای نقشه تشکیلی نهالخانه و به راه ماندن پرورش آن نه تنها از جانب مقامات حفظ محیط زیست بلکه دیگر ساختارهای مؤسسه و اداره‌ها باید عملی کرده شده. در این سمت طبق قرار رئیس ولایت ستاد نیز تشکیل کرده شده است. از طرف ستاد ولایتی و ستادهای شهر و ناحیوی برای اجرای نقشه تشکیلی نهالخانه‌ها و شنانیدن و پرورش نهال‌ها در آن چاره‌های ضروری اندیشیده می شود.